اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خدا از شر وسوسه های شیطان اخراج شده از درگاهش. آیاتی که امروز هست درباره طلاق هستند و مسائل زن و شوهرها. یه بحثایش فقهیه که ریزکاری هایی داره که فهمیدنش با فقط ترجمه آیات اتفاق نمیفته. کسی که بخواد باید بره تحقیق کنه. اینا یه مقدار کلی داره گفته میشه. اما چیزی که جالبه اینه که تو بحث طلاق و روابط زن و شوهر حالا تو این آیه ها میبینیم چند تا چیز خیلی تکرار میشه. یکی حدود الله، هی تاکید میشه که حدود خدا رو رعایت کنید. و یکی هم بالمعروف، هی به معروف سفارش میشه که به معروف. حدود الله یعنی این مرزها، این قوانین، این که خط قرمز رو رد نکنید، مراقبت کنید، هوای همدیگه رو داشته باشید که ظلم نکنید به همدیگه. و بالمعروف هم خیلی تکرار میشه که محترمانه، انسانی، عرفی، شرعی اینا رو در نظر بگیرید. این جالبه. خب آیه 228 والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. زنانی که طلاق داده میشن باید صبر کنن برای خودشون به اندازه 3 پاکی، 3 بار که پاک بشن. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. زنها نباید که، یا حلال نیست براشون، مجاز نیست براشون که اون چیزی رو که خدا در رحمشون خلق کرده پنهان کنن و کتمان کنن. مثلا اگر باردار هستن نگن. اگر اینها ایمان به خدا و روز قیامت دارن. پس زنی که مؤمنه، خدا رو قبول داره و روز قیامت رو، خودش مسئول اینه که پنهان نکنه. قرار نیست کسی کارآگاهی بکنه و اینها، خودش باید رعایت کنه. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. اگه تو این مدت 3 بار پاکی بحث برگشتی اتفاق بیفته، شوهران این زنها اولویت دارن که بیان و باهاشون زندگی بکنن. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. و زنها مثل همون حقوقی که مردها دارن بالمعروف، محترمانه، انسانی، عرفی و شرعی. یعنی هر کس حقوقی داره و وظایفی، هم زن هم شوهر. اما ولی رجال علیهن درجه. مردها بر زنها یه برتری دارن. برتری یعنی اینکه مدیریت خانواده و پرداخت هزینه های خانواده بر عهده مرده. والله عزیز حکیم. و خدا عزتمند، شکست ناپذیره و با حکمت دستور میده. دستوراتی که میده حکیمان است. پس این رتبه و درجه‌ای که مرد داره بر زن، رتبه اینکه این ارزشش از زن بیشتره یا آدم بهتریه یا جایگاهش نزد خدا بالاتره و اینها معناش نیست. الطلاق مرتان. طلاق 2 دفعه است. یعنی که یک زن رو یک شوهر یه بار که طلاق داد،
یه بار میتونه برگرده، دوباره هم میتونه طلاقش بده، میتونه برگرده، دفعه سوم دیگه نمیتونه طلاقش بده. بعد از 2 بار فامساکن به معروف او تسریح به احسان، یا آشتی کنه و انسانی محترمانه عرفی شرعی باهاش زندگی کنه، یا اینکه حقوقشو بده و رهاش کنه با خوبی و خوشی. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. مردی که میخواد زنشو طلاق بده حق نداره که از اون چیزایی که بهش بخشیده داده ازش پس بگیره. چیزی رو چنین حقی نداره، مهریش هم تازه باید بده. الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. اما در یک نوع دیگه از طلاق، زمانیه که میگه زن و شوهر میترسن که نتونن رعایت حدود خدا رو انجام بدن. اینجا شرایط فرق میکنه. فان خفتم الا یقیما حدود الله، اگر ترسیدید که اینا حدود الهی رو رعایت نکنن، مثلا شرایطشون جوریه که نمیتونن محترمانه با هم زندگی کنن، نمیتونن حقوق همدیگر رو رعایت کنن، زن از مرد خوشش نمیاد، ذهنش جوریه که نمیتونه با این کنار بیاد، ممکنه که خطایی بکنن. اینجا فلا جناح علیهما فیما افتدت به، اینجا زنا میتونن یه هزینه‌ای بدن، مثلا مهریه‌شون رو ببخشن و درخواست جدایی کنن. تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینها حدود خداست، مرزها و خط قرمزها و قوانین خداست، ازشون عبور نکنید، اونها رو زیر پا نگذارید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کسانی که تعدی بکنن از مرزهای الهی بدکارن، ظالمن. فإن طلقها، بعد از 2 بار طلاق دادن و دوباره بازگشتن یک مرد به یک زن که در آیه قبل گفته شد مجازه، اگه بار سوم مردی زن رو طلاقش داد، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، دیگه امکان این که باهاش ازدواج کنه رو نداره مگر اینکه اون با مرد دیگری ازدواج کنه. فإن طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا، بعد ازدواج اگر خدایی نکرده از اون مرد هم باز جدا شد، حالا اینا میتونن به هم برگردن و ازدواج کنن. ان ظنا ان یقیما حدود الله، تازه اگر که فکر میکنن میتونن رعایت حدود الهی رو انجام بدن، در این صورت میتونن با هم دیگه ازدواج کنن. و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، چند باره حدود الله حدود الله، و اینهایی که داره گفته میشه همینا خط قرمزها و قوانین الهیه که به روشنی برای کسانی که فهم دارن، علم دارن، داره بیان میشه. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. و اگر زمانی که همسرتون رو طلاق دادید، به مردها میگه، و اون دوران گذشت و نزدیک پایانش رسید، اون زمان شما باید
تصمیم بگیرید، یا اونها رو نگه دارید، برگردید و زندگی رو از سر بگیرید به معروف، با احترام، با حفظ حقوق هم شرعاً و عرفاً، یا اینکه با حفظ حقوقشون و محترمانه و دادن حقوقشون رهاشون کنید. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. حق ندارید که اونها رو نگه دارید برای اینکه آزار و اذیتشون کنید و حقوقشون رو ندید. میبینه اگه بخواد طلاقش بده باید مهریه‌شو بده، میگه خب طلاقش نمیدم ولی اذیتش میکنم. حق چنین کاری رو ندارید. اینا همون حدود الله. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. کسی که چنین کاری بکنه به خودش بدی کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. قوانین و نشانه ها و حدود خدا رو به مسخره نگیرید، دست کم نگیرید. و اذکروا نعمت الله علیکم. ببینید خدا چه نعمت هایی به شما داده، به این نعمت ها فکر کنید. و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه. و این کتابی که به شما داده، حکمت، قوانین خوب، راه و روش درست زندگی کردن، یعظکم به، با اونها به شما پند میده، خیرخواهی میکنه برای شما، دوست داره که شما زندگی خوب داشته باشید. واتقوا الله. پس از خدا حساب ببرید، مراقب رفتارتون باشید. و اعلموا ان الله بكل شیء علیم. و بدونید که خدا از همه چیز آگاهه. تو رفتارتون، تو نیتاتون، رفتاری که با همسرتون دارید رو، عمقش رو میدونه. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف. اگر که همسری رو طلاق دادید و اون دوران انتظار هم به سر اومد، دیگه حق ندارید که مانع ازدواج اونها با شخص دیگری بشید، اگر که اونها به معروف، یعنی با حفظ حدود، قوانین، شرع و عرف با هم توافق کردن و میخوان ازدواج کنن. کسی حق جلوگیری نداره. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. کسانی از شما که به خدا و قیامت و حساب و کتاب اون روز اعتقاد دارن و باور قلبی دارن، از این قوانین پند میگیرن و عمل میکنن بهش. ذالکم ازکی لکم و اطهر. چون رعایت اینها باعث رشد شما و باعث پاکی بیشتر شما میشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. چون خدا میدونه، آگاهه و میدونه که قوانینش اگه اجرا بشه چه نتایج خوبی داره و شما این رو نمیدونید. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خدای بزرگ بلند مرتبه.